هیچ چیز رو به تو نمیگویم. نه به تو نه به دیگر کس. به هیچ کس من رو فهمیدید. لیلا در دست پلیس است. چی شد با او خبر نداره. از میانرو بودنش شبهه داره. خاطر نشو. اگر میانرو باشد من او را اولین شده میفهمم. اگر یگان اسناد را امضا گذارد من او را از آنجا میبرم. اگر میانرو باشد او را به قتل رسان. اگر میانرو نباشد یا اینکه به پلیس حرفی نگفته باشد از نام تشکیلات به او آفرین میگوییم. اول باید دانیم که چی شده است با او. برایمان یک ایگیتی صادق پیدا میکند. گوش کن مرا. چی کار کردن رو میدانی ها؟ بله. سرجهید مرا. سرجهید را خودت خواستی. خودت خواستی جلو. از گروهی ضد تروریستان چتین. شنیدیم که در دستتان یک تروریست بوده است. او را با ما تسلیم کردنتان لازم. یک دقیقه. گوش میکنم. شنیدیم در دستتان تروریست بوده است. بله. او برای ما خیلی مهم است. برای گرفتن او اجازت نامه دارم. با شما در علاهیدگی گفتگو کردن میخواهم. مرحمت. گوش کن دخترم. ما برای تو کوشش داریم. گپ زن کنه. خودش چی گپ؟ انا باز با تو واخوردم لیلا. گله درو. سرده مرو. سرده. راه گر گفتم. سرده. بخیر باشد. اکا لیلا چه خیل است؟ او را دیده میتوانم؟ لیلا گفتی؟ در نظارت هیچ کس نیست آخر. چه خیل آخر؟ چه خیل؟
چقدر هیچ کس نیست. یک دقیقه برادر. لیلا در کجایی؟ در اینجا چی گپ است؟ اکا لیلا در کجاست؟ گروه ضد تروریستی او را برد. چی؟ تو چی ها میگویی؟ چتین او را برد؟ بله. برای چی دادید؟ چقدر او را دادید؟ رئیس نگفت که ما امروز با او یک جای میرویم؟ با خدا رئیس خودش این را گفت. گروه ضد تروریستی با او مشغول شود گفت. چتین باشد او را آمده برد. رئیس چقدر این کارو میکند؟ آنها لیلا رو میکشند. قبزان سردارت کیست؟ با کی کار میکنی؟ چی مقصد دارید شما؟ همه‌تان را یک به یک میابم، خونتان را مینوشم، شیر خورده مادرتان از بینیتان میریزد. هیچ کار کردن نمیتوانید. تو سگی لعنتی، این دولت شما را نگاه داشت و شما نام داد، باز به عوض اینقدر خوبی هایش حق و حقوق پرسان می شوید. به این داده هایش شکر کن. پیش حادثه خونین را تو تشکیل کرده بودی. گبزن که این نقشه را کی کشیده بود؟ در حکومت ناحیه آدمتان کیست؟ چرا گم نمیزنی؟ معلوماتی که به پلیس داده ای چرا از من پنهان میداری؟ زنه که ابله! نه به تو نه با پلیس یک کلمه گپ ندارم که گویم. همه‌تون میمونید. همه‌تون میمونید. همه‌تون میمونید. همه‌تون میمونید. همه‌تون. تو چی میگویی؟ آوازت را برار. بیهوده عذاب نکش. هیچ چیز رو به تو نمیگویم. تو را میکشم ابله، میکشم. هیچ چیز رو نمیدونم. فکر میکنی که با آسانی تو را خلاص میکنم؟ مرده میروی. عنایت کیست؟ او چی وظیفه را اجرا میکند؟ من عنایت رو نمیشناسم. آقای رئیس. ایستو. تو چی کار میکنی؟ کی به تو اجازه داد؟ رئیس در کجاست؟ حالا ناآمده است. ناآمده؟ نمی آید. البته نمی آید. برای چی آید؟ خلق در چی وضعیت از هیچ پروایی ندارد. دلها چیزی شود نشود باید حیاتمان را دوام دهیم. ما را پست و بلندی ها انتظار است. برای کار طاهر خودت رو احتیاط کن. خاطر نشو. طاهر من یک کاری به اخلاق نکردم. تو رو تمام. تو مادر هستی. من باید این را فراموش نکنم. ما یک عائله هستیم.
خدا از این بد نکند. آمین. خودت را احتیاط کن. تو را دوست می‌دارم. در پناه خدا باش. برای من هم دعا کن. درو پارا گل برگای دری پارا سد برگای ما عاشق گل برگم غندر دیلی سد برگای درو پارا تو ششتای دری پارا مایوره تو رو مالا کج بسته من. تو چی کار میکنی؟ من نگفتم که با میزی من دست نرسون. برای سبا باید قرار بیاید. اگر تازه کنم میگوید که چرا تازه نید، تازه نکنم میگوید چرا تازه نکردید. چی کار کردنش رو اختم؟ تمام بس کن، خاموش. مرا عصبی کردی. یا توبه یا خدای باز خاموش میگوید. خاموش است. مرا ببخشید محترم رئیس. من کارم رو بینم. محترم رئیس، سعید آمده بود. خیلی عصبی بود. شما رو پرسید. یعنی چی خیلی؟ برای چی عصبی بود؟ نمیدونم رئیس. همه شما رو برای مجلس در اتاقتان انتظارم. کمیسر ریسو در عملیات بوده است. اشتراک کردن نمیتوانسته است. فهم. خوش آمدید. وضعیت لیلا چطور است؟ متاسفانه شب چتین اومده او رو برده است. من نمیفهمم. چرا او رو تسلیم کردید؟ در دستش ورقه اجازه‌نامه داشته است، مثل هر وقت بریم. با آدمانتان گوی سعید رو با من پیدا کند. یگان به عقلی نکرده او رو پیدا کنند. حاضر آقای رئیس. روز بخیر. من یگان پیشروی هست؟ بله هست. یک لحظه. متاسفانه یک جسد پیدا کردیم. فکر میکنم که پسرتان است. چی؟ شما چه ها میگوید؟ متاسفم. همین سهر پیدا شد. لباسهایش همین جاست. نه، این ناممکن است. التجا میکنم خودتان رو به دست گیرید. اولین که جسد رو تشخیص نمودن لازم است. پسرم شده نمیتواند. او پسرم نبود. پسرم. بخیر است انشالله. خداوند روز را میگذراند. التجا میکنم کمک کنید. او را بودند. لیلا رو دستگیر کردند. خدا اینجا چی گپ شده باشد؟ اینجا بیا. من هم نمیدونم. چی شده باشده؟ کنی گپ زن. لیلا رو کی دستگیر کرده؟ تو میدونی؟ من فکر کردم که رئیس آدمی خوب است. از کجا میدونستم که خیلی میشود؟ کاش پایه‌ام میشکست و او رو با امنیت نمیبردم. لیلا رو به چتین سپردند. یک خطاگی کردم. قربانتان شوم، به من کمک کنید. لیلا رو نجات دهید. عذر برای لیلا. از دستمان هیچ کار نمیآید. کسی به دست چتین افتاده است. صحت و سلامت نبرآمده است. خدا مددگارش باشد. میدونید که او را در کجا نگاه میدارند؟ در درآمد این ناحیه یک بینای کهنه است. یعنی احتمال در آنجا باشد. طاقت کن لیلا، من میآیم. کنی اینجا بیا. این لقمه توست گیر کنی. جانت زده برآمد. گلم سوخت به خدا. خیلی شب پات خوردی. بس است به فکرم.
اگر خواهی با تو گفتگو کنیم این خیلی راهی آسان است. اینجا همش نوشته شده است کی بودن این آیت، وظیفه تو در تشکیلات و کارهایی که در آن حادثه گذشت. یگانه کاری تو در این ورقه امضا گذاشتن است. بعد تو رو رها میکنم. امضا نمیکنم. مرا سر دیه. رفتن میخواهی؟ فقط یک راه است. به این ورق امضا کردن. من با تو چیکار کنم؟ از چرخبال پرتایم یا اینکه با ماشین تو را زیر کرده کشم؟ از همه خوب این را به دار آویزید. دار را دیده شاید هوشش به سرش آید. این یگانه راه است. گیرید برید این را. خدایا به من کمک کن. با یگان کار نکرده باشند. پلیس در همه جا او را میجوید آقای رئیس. خواطر نشوید او را پیدا میکنند. انشالله همین خیلی میشود. از این پس کارهایمان باز هم دشوارتر میشود. هیچ گپ نه. بچینید. ما موضوع خودمان را بررسی کنیم. در ناحیه کارهای آمیخته را به انجام رساندن لازم. مردم ما را گوش نمیکنند. اما میدانم این کارهای کردهشان به ضرر آنهاست. ما باید از همه راههای خوب را پیش گیریم. جناب، در محله ها میانه راه ها تقسیم شده. عائله ها را به دولت زید کننده ایستادند. ترکیه را میخواهند که پراکنده کنند. مقصدشان همین که برای خودشان منطقه الهیده جدا کرده به حقوقهای خودشان حیات برپا کردند. البته برای پیشگیری این گروهی مخصوص آماده کردن در کار. چه طوری که گفتم قبیله های آمیخته شده را جمع نموده یک سرچشمه آماده کردنیان برای خودشان یک دولت آماده ساختنیان که در عرصه بین المللی این دولت را همراه میکنن. یعنی مکتب، قهوه‌خانه، حکومت و اداره هایی که تشکیل میشوند به قانون همین دولت برپا میشوند. بعدا این دولت دیگر منطقه را آهسته آهسته به خود جلب میکنند. نقشه هایشان همین است. حالا معلوماتی که در دستمان است برای تقسیم شوی این منطقه ها 1100,000 انسان به قید گرفته شده است. یا اینکه گوییم به محبس در آورده شده اند. یعنی در هر یک منطقه 100 نفر با محبس شناس شده است. این باید این خیلی دوام نکند. برای یک تروریست چقدر با احتیاط شدن امان لازم. برای پیشگیری تشکیلات قوه لازم. یعنی اینجا خیلی وضعیت ناتیج است. برای حل این از همه خوب قوای سلاحدار را استفاده بردن لازم و به فکرم شاید گریزند. فهمه. مثلا گوییم که ما سلاح را استفاده نمودیم. یگان نفرم مرد تشکیلات آسیب نمیبیند. این راهی پیشگیری تشکیلات نمیشود. برعکس صفشان خیلی زیاد شده ما ضرر میبینیم. باید راههای دیگر را پیش گیریم. خلق را طرف خودمان کشیدن در کار. در باوری خلق در آمدن لازم. در اینجا دو برد است. اولا باوری خلق را به دست آوردن لازم. بعدا کرمیزی و گروهش را با کمک خلق از بین بردن ممکن. با آنها را نمیگذاریم که نام دولت را پس زنند. خانم دیلو، با رئیس در تماس شده نمیتوانم. تا حال خاموش است. زنگ زده نمیشود. کاتبش هم جواب نمیدهد. اگر خواهید انتظار شوید. اگر در سردخانه پسرتان باشد برای شما خیلی دشوار می شود.
خدایا پسرم را با من برگردان. شوهرتان نامده پسرتان را دیدن میخواهید؟ بله، دیگر طاقت کردن نمیتونم. میخوام این شکنجه تموم شود. چه شدنش را دانستن میخواهم. لوری 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 کامم تو درمان دلم تو رونیا چاوم لوری کامم رونیا چاوم لوری کامم لوری لوری این ابراهیم نیست. ابراهیم نیست. این ابراهیم نیست. تو درمان دل منی این مراتب به جان پسرت را خریدم، اما او را تا کی پشتیبانی میکنم نمیدانم. با من در حال بخوردنت لازم. در جای پیشینت را انتظار میشویم. خودت تنها بیار. وقت به آخر رسید. اگر حاضر گپ نزنی دیگر هیچ وقت گپ زدن نمیتوانی. خوش، تو را انتظارم. گپ زن. خودت میدانی در این دهه مثل تو تروریستان زیاد است. یا گپ میزنی یا اینکه با اون دنیا به نزد برادرانت میروی. بیهوده خودت رو زحمت میدی. سرده او رو. سلاحایت را پرتاید. آرام باش شیر بچه. پرتاید گفتم. دختر را رها کنید. آرام باش. گشایید. به این طرف گذارید. به این طرف. ها، این چه آورگی شیر بچه؟ برای جسارتت حیران شدن، اما سلاحت را به زمین گذار. یک جویه شده نتوانستیم، اما یک جویه میمیریم. احمق‌ها، همه‌تان می‌مورید. همه‌تان را می‌کشم. با دقت باشید، پرانید. زودتر گریزید. عاشقان رومانتیک. رفتیم. زودتر. لیلا زود باش. من اگر آیم شما را زنده نمیمونم حیوانها. والا زند این سیاه‌بند از کجا پیدا شد؟
کامو لیلا آزی به بیمارخانه میرسیم. مرا به بیمارخانه نبر سعید. من به آنجا نمیروم. دیگر چیکار کنم لیلا؟ همه خیلی کوش کرده گردم. اینجا خانه خاله فاطمه هست. مرا به خانه وی بر. بعد تشکیلات دکتر دارد. مکانش را به تو میگویم. بفهمو. به گپم کن سعید. وگرنه چتینی به شرف مرا در بیمارخانه پیدا میکند. میلش. دلدار عکس رخت جان دهد آینه دل را چون معجزه عیسی. دلدار پسرم خفه شدی مگر؟ تو نگران نشو. تو برای من پسری یگانم هستی. من شیر کوه هستم، تو باشی دلدار کوه هستی. دلدار آنها هم انسان هستند. بیچاره را کمک کردن لازم. دلدار آن عاشقان را میدیدی خیلی شیرین بود. اگر سری وقت نمیرسیدم مثل شکری که در آب نیست میشود این دنیا را پدرود میگفتند. خداوند نگهبانشان باشد. خداوند نگهبانشان. تو با من این خیل نگاه نکن. خودت میدانی چی کار کردنم را. چند نفری دیگر را کشتم. آخر مجبور ساختن مرا. وگرنه آن قاتلان، آن رذیلان، آن ظالمان جوانانی بیچاره را میکشتند. دلدار پسرم اکنون وقتی رفتن شد. بیا میرویم. آخر تو میگی آن بیشرفان زنوکتری مرا چه کشتند. همه آنها از یخ خاکند. اگر من جزای همه آنها را ندهم نام من سینا نیست. فهمیدی پسرم؟ نام من سینا نیست. همه‌شان را نیست میکنم. جزایشان را میدهم. دخترم لیلا با تو چی شده است؟ چی شده است؟ نماینده‌های دولت کردن. چی؟ بیا گذر. بیا دخترم. بیا لیلا. ابراهیم زود خیز از اینجا. خیز. لیلا این چی احوال است دخترم؟ دستانی آن نفر شکند که به تو دست برداشته است. ظالم ها از خداوند نمیترسند. وای احوالش خوب نمی نماید. به بیمارخانه رفتن لازم. به خدا این دختر خوب نمی شود. نه خاله، من از آنها چیز نمی خواهم. خوبش همینجا مورم. آنها مرا از آنجا باز میبرند. خاله فاطمه من خوبم. شما روید به محله جودی. آنجا شورش است. آنها به شما احتیاج دارند. میلش میروم اما تو رو چخل بین احوال تنها میگذارم. سعید در همین محله دکتر چنگیز است. رفته او را بیار. زود باش. صبر کن لیلا، صبر. من زود رفته آن دکتر رو میبیارم. خاله شما لیلا رو نگاه کنید. من زود رفته میآیم. نه نمیشود. تشکیلات به خالم احتیاج دارد. خدایا توبه. راهگر پسرم میرویم. این دختر چی گفتنش رو نمیداند. زود رفته دکتر رو پیدا کنیم. خدایا تو بزرگ هستی. با ما قوت ده تا اینکه آتش فتنه را خاموش کنیم.
این فتنه است که تشکیلات آدمان را با هر را فریب داده به بلای بد گرفتار میکند. مردم را دیوانه کردند. از دست ما تنها تماشا کردن میآید. نه یلماز، این خیل فکر نکن. خدا را شکر ناامید نیستیم. روزی می شود که ناچاریمان تمام می شود. بعد همش خوب می شود. من هیچ وقت با آنها فرصت نمیدهم. نمیدیم. خوش آمدید. خوش باشید. از سعید یگان خبری هست؟ متاسفانه نیست، اما پیشروی های دیگر است. حادثه در محل جدی رنگ دیگر گرفت. تشکیلات به محله هیچ کس را راه نمیدهند. درآمدهای محله را محکم کردند، اما دم به دم حمله کرده ایستادند. دم به دم سنگ میپرتایند. زود به آنجا رفتن لازم. اگر میدان در دست آنها باشد وضعیت تا رفت بد میشود. رفتیم. انا همین خیل میآیم. من باید روم. مالش تو بازید. ناز، با اینجا اومدی خیلی خوب کردی. اما که زیکو در بارات نقل کرد. چی کم بودی که داری؟ من خودکم حل میکنم. چه گفتی؟ تشکر الدو. با خدا قیزبان آنقدر پول رو مصرف کردنش رو شنیدم. خیلی زیق شدم. نمیدانم برای صاحب شدن کودک وای قوت دارد یا نه. نمیدانم ناز، گپم رو گوش نمیکن. هیچ گپ نه، تو فکر نکن. من تو رو نگاه بین میکنم. یعنی در فکر تو میشوم. تو رو صاحبی میکنم. قیزبان در اینجا چیکار میکنی؟ خانم ناز، در ده روز ما ندادی. باز آنجا رو پرداخته از پسمون اومدی. برای چی از پست می اومدم قیزبان؟ دانسته گپ زن. این چی گپی گفتگیه؟ تو عقل داری مگر؟ اگر تو عقل می داشتی کمک پولی ها رو برای حامله دار شدنت صرف کرده دارو نمی خریدی. تو چی گفتی؟ ای دختر، تو از کجا میدونی؟ الدو؟ تو با این هم گفتی؟ گفتی؟ نه. از برای تو تنگه پول شدم مرا شرمنده کردی. نه با خدا. مایلش، آن پول ها رو پیدا کردم با تو میارم. قیزبان مرا ببخش. تو چی کار کردی ناز؟ با خدا دهانت رو بسته نمیتوانی. مرا فروختی. قیزبان ایستا نرو. ایستا قیزبان جان. قیزبان. من چی گفتم آخر؟ قیزبان دیوانه باشد من چیکار کنم؟ Onları sokmayacağız buraya. Giremeyecekler. اینجا پلیس ها هستن. خدا ما رو اجازت نمیدهند که رویم. وزیر اگر نمانند یک راه دیگر میرویم. اکا باید به محله روم. التجا میکنم مرا راه خیلی میشود. مگر حالت رو نمیبینی؟ چی؟ ما اجازت نمیدهی که به محله درویم؟ ای بس ای ما کسانی داریم. عصبی نشوید آقا. من برای شما میگویم خلق رو دیوانه کردن. کسی که به داخل در آمده میشود او را میکشد. دیگر علاج ندارم. مادرم آنجاست. اکا کمک کنه من به اونجا روم. از این پایان اگر به محله رفته توانی بیرو. با دقت باشه. با دقت باشه با. فهمیدم. شاید نمیرفتی. باز نرفتی به سرت اگون بلو نورم. چی؟ شما کور هستید مگر؟ آدم از خودش کلان رو سنگ نزند مگر؟ و خدا خاله ما رو فرمان دادن گفتن که کسی به محله درآید سنگ زنه. بچه ها چنگیز دختر رو میجویم. با ما بیایه ما نشان میدهیم. رفتیم بچه ها. او کوچری ریا دوره برین دارم برین کوره
مرا گوش کنید. من رئیس توحیدم. میدانم که با شما چی کار کردم. کی با شما چی گفته است؟ باور کنید شما گیرید مرا به این راه آوردم. ندانسته این کار را نکنید. مشکلی نکن. این کار را نکنید. شما اجازه ندهید که کسی شما را به این راه بند کند. دروغ نگوید. شما اجازه ندهید که فریبتان کند. این بیرنگ بازی دشمن است. ما دیگر دیر رسیدن نمی‌خواهیم. گم شوید. در شوید. هیچ این کار را نکنید. دروغ نگوید. ما دیگر نمیخوایم دروغ‌هاتون رو شنویم. گم شوید. دست شوید قاتل‌ها، بی‌ناموس‌ها، خائن‌ها. ما با کسی کنجا نمونیم پنی گپ زنیم. ما با این سرزمین هوا با کشتن نمی‌کنیم. من رئیس شما هستم. من چیزی دیگر هوا می‌شوم. این قدر خوبی‌هایی که با شما کردیم اگر به نظر نگیرید تمام دشمنتون می‌شوید. از این کار کردن مسلمان خواهد شد. این سرزمین از هوا است. برای دو قبیله کردن دوست باشید تا اینکه جدا بشوید. دوستی چندین سالانه ما را باید بیاره. تا همین معنوی ما را باید بیاره. İşte! 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 Koyunha! Koyunha! Benomuzha! Koyunha! Babasına boğarlar kıyım koyunha! Kapşamena diyor! Çabuk çabuk çabuk! اکای چنگیز شما رو دیدن میخواهم. لیلا گفتن دختر رو میشناسید؟ در مرکز تعلیم کار میکرد. بله میشناسم. چی شد؟ چتین گفتن این شخص او را ظلمات کرده است. وضعیتش خوب نیست. او رو به اینجا می آوردید؟ یکی گفته نمیشود با یگان نفر دیگر ضرری رسد مرا چی خیل پیدا میکنند؟ قربانتون شوم. دختر حالتو خوب کردند. همه جایش پر از خون. او را چی خیل به اینجا بیاریم؟ بید رویم. زود باشید. یک چیزهایم رو گیرم. بیایید رفتیم. خداوند از شما راضی باشد دکتر. رفتیم. ما با شما باور نمیکنه. قاتلان ما با شما باور نمیکنه. ایشته! ایشته! قیزباب از پشت تو شدم و با این احوال رسیده. تو چه ها میگویی؟ اما که یاکوب را باید پیدا کنیم. گپی او به آنها میگذارد او را همچون عالی مروت میکنم. من فیلم تو رو پیدا میکنم. هیچ چی بسیار نیست طاهر. فهمیدی؟ قیزباب دیگه میکن. من تو رو دوست ندارم. رو کن میروم. من دیگر از پس این راز نمیروم. باور کن. الو مادر جون این تویی؟ مادر جون من تو رو خیلی یاد کردم. از برای ثواب به اینجا بیا. ابراهیم پسرکم تو در کجایی؟ در کجا تو رو پنهان می‌دارن؟ نمیدونم مادر جان. اینجا به من هیچ معقول نشد. من هم تو رو یاد کردم پسرکم. من هم تو رو خیلی یاد کردم. مرا نجاده مادر جان. نجاده. خواهش میکنم مرا از اینجا برید.
پدرم هم بیاید. گنی نبری باباش. وقتی خواب شد. الو ابراهیم پسرکم. ابراهیم التجا میکنم گپ زن. خواب کن کلان شم مثل بابایت شم. مرا سردید. من از این مادرم رفتن میخواهم. هیچ کس شدن نمیخواهم. باید مادرت به نزدی تو بیاید. مرا فهمیدیم؟ اکنون خواب شو. لیلو خیلی سخت لطوکوبش کردند. همه جایش رو زخمی کردند. اوه خدایا خیلی لطوکوبش کردند. دکتر پسرم یگان چیز لازم باشد رفته میارم. خاله کمی آب می آوردید؟ حاضر. عاجلا این دوره لازم است. یگان علاج کرده بیارید اینها را. این دختر خیلی حالش بد است. بعد اینقدر شکنجه زنده ماندنش معجزه است. میارم. شما خواتین جهازی رفته میارم. سعید سعید یگان کس هست؟ در را کشوی. چه شد؟ چه میخواهی؟ اکا صدقه پویت شوم. از برای خدا کمک کن. یک کسلی دارم. اگر این دوره ها رو نبرم میمیرد. اگر کشایم تشکیلات مرا میکشد. تو به خانه درو. قربانت شوم. کشا. زخمدار دوست داشتم است. اگر به او چیزی شود به خدا من زنده نمیمونم. از برای ثواب. مایلش اما زود میروی. قول میدهم. زود میروی. قول میدهم. داروخانه کشاده شد. زود بیایید. کشاده شد. زود باشید. داروخانه کشاده شد. کشاده شد داروخانه. زود باشید. کشاده شده؟ داروخانه کشاده شد. برادرها تشکر. داروخانه محکم است. برادرها خواهش میکنم داروخانه محکم است. شما این داروها را دیدید. برادرها برادر من مجبور است. خواهش میکنم برادرها التماس داروخانه محکم است. برای داخل است. برای خدا. این کارها تمام میشه. این کارها تمام رفیق خان ایستد. ایستد رفیق خان. اما که یا خود در مسجد نبوده است. آقا توی داروخانه کشاده شد. این خیلی پیشروی خوب است، اما با دارو فروش ضرر رساندنش ممکن. باید این مرد را نجات دهیم. اگر او را حمایه کنیم دیگران هم دکانهایشان را میکشند. زود به نزد دکانها گروهی روان کنید. دارو فروش را زیر نظارت میگیریم. زودتر باشه. خط باشه. احتیاط کنید. رزیلها، قاتلها، رزیلها، قاتلها. من آنها نشان میدهم دکان کشاده چی بوده است. میرویم. زود باشد به این طرف. لیلا رو از دستشان نجات دادم، اما یارادار است. حاضر به خانه خاله فاطمه میروم. از برای ثواب به ما کمک کنید. آفرین به تو. راه گر زودتر. داروها رو برده رسان. من از پسات میگویم. زود باش. زودتر.
او را سیاحت کنید. چیزی که خواهید میکنم. قول میدیم که میکنم. آرام باش پسرم، آرام باش. صبر کردن لازم. شد رفیقان. یک طرف دید رو شاید. من نگفتم که نخشو. من گفتم خود کل ها مکم بشود. نگفتم مگر نگفتم من. اینها رو میکشیم. جزایتان رو میبینید. انا بچه من این کارهایی تمام نمیمانم. ببینید چی کار میکنم. پدر چی کار کردی؟ پلیس میآید میگریزیم. راه بید یک طرف بیشتر. خدایا دیر کردم. زود باشد یاری تجیبی رو جزنه. زود باشد زودتر. با این مجبور هستم پسرم. از برای تو شده مجبور هستم. این ثبت ها بسنده نیست آقای قرمزی. باید حادثه ها ادامه می‌یابد. اگر چند روز دیگر دوام دهد این حادثه قبیله های آمیخته شده پراکنده می‌شوند. برای سوزاندن آماده است. اما خاموش نمودن آنقدر آسان نیست. رئیس این آتش را خاموش کردن نمی‌تواند. یک ماهی دیگر به سیدم افتاد. الو؟ چی میخوایی؟ برای اجرا آماده‌ام. تو را تبریک میکنم. آیلت را مثل من دوست داشتنت را نمیدانستم. اما یک شرط دارم. برای تو را باور کردنم یک شرط دارم. یک بار هم باشد من باید با پسرم بخورم. بابایش هستم. از دستم آمده را میکنم. اما میشود نمیدانم. البته قراری تو شرط است. قرار دادم. چیزی گوید آمادم. 1 ساعت پس در پرتوگاه ماشین ها با میخوریم. مایلش. حاضر از خانه میبرویم. خدایا به من کمک کن. او را به من برگردان. احوالش چی خیل شد آقای دکتر؟ خوب است. خیلی خوب است. به خود آمد. می توانی با او گپ زنی. تشکر آقای دکتر. تشکر. سعید بیا به خانه درو. شکر که لیلا به خود آمد. بیا به درون درو. گذر. خدا از شما راضی باشه. آفرین لیلا، آفرین. کاری خوب نمودی. کاری خوب. این بچه را با ما همراه نمودی. از تو همه چیز را انتظار شدن لازم. این گفتم را فراموش نکن. وقتی که او رو پیدا کردم ملکه در اتوبوس بود. کم مانده بود که دیر کنم. تو بعد این کارت حالا بسیاری از جوانان را از اتوبوس فراورده و کوه روانه میکنی. مقصدت همین بود؟ مقصد اومدن دست برای من همین بود؟ مقصدت مرا به کوه روان ساختن است. آخر دخترم من کسل هستم. باور کن دختر. من آقای دکتر راهی خونروی را من کردم. زود آنها را به جراحی درآورید. با مالک خانه برید. اجازه دید. زودتر باشید. اجازه دید. راه رو کشید. همشیره خانم
گوش میکنم رئیس. خانم دیلا رو نمیبینم. در کجاست؟ امروز نآمده است. اجازت گرفته است. در کجای دیلا؟ چرا جواب نمیدهی؟ پسر در درون تو را انتظار است. پسرم. مادر جان. پسرکم ابراهیم. مادر جان شما را خیلی یاد کردم. من هم تو رو خیلی یاد کردم.